توی خوانندگی وقتی میگیم یه نفر داره ژوست میخونه، یعنی صدایی که داره تولید میکنه از نظر فرکانس دقیقاً برابر نوت هدف یا بسیار نزدیک به نوت هدف هست. ژوست یک کلمه فرانسویه به معنی صحیح، دقیق، درست. در آکوستیک صدا این ماجرا اومده که شما اگر که نوتی رو اجرا میکنی اختلاف حدود 5 سنت داشته باشه با نوت هدف، این فالشی اونقدری تو گوش زننده نیستش که ما بگیم پس اون شخص داره خارج میخونه و داره فالش میخونه. اون هم پس ژوست محسوب میکنن. اختلاف بالاتر از 5 سنت رو بله فالش میتونیم بگیم. یک کسی که گوشش از لحاظ موسیقی آموزش دیده باشه 25 سنت رو میتونه تشخیص بده، اما اکثریت افراد دیگه از 50 سنت به بالا رو راحت تشخیص میدن. خب حالا یک مثال دیگه میزنم. شما اگر قرار باشه لای اکتاو 4 رو اجرا بکنید که 440 هرتز داره، با حنجرتون دقیقاً باید فرکانسی تولید بکنی که 440 هرتز فرکانس داره. اگر که بیشتر یا کمتر از 440 هرتز رو اجرا بکنید یعنی دارید فالش میخونید. زمانی میگیم یه نفر داره فالش میخونه که اون نوتی که داره اجرا میکنه از لحاظ فرکانس منطبق بر نوت هدف نیست یا بسیار نزدیک به نوت هدف نیست، خارجه. که ما دو مدل فالش داریم، یا فالش بالا که بهش میگن شارپ یا فالش پایین که بهش میگن فلت. فرض کنید یه تیر و کمانی دستتون هست و یک سیبلی رو هدف گرفتین. اگر که دقیقاً وسط اون نقطه سیبل رو هدف گرفتین و صاف زدین توی خال، یعنی شما ژوست هستید، دقیقاً درست منطبق بر هدف. حالا 1 میلیمتر اینور اونور اشکال نداره، مهم اینه که صاف وسط خال باشه. اما اگر هر جای دیگر رو هدف گرفتید یعنی فالش هستید. دقیقاً همین مفهوم توی خوانندگی وجود داره. یک مثال، قرار این نوت رو اجرا بکنیم. پس نوت هدف ما این نوتی است که شنیدید. حالا اجرا میکنیم. میبینیم که این نوتا همخونی دارن، با همدیگه یک فرکانس دارن، حس خوبی میدن، روی هم سوارن، دقیقاً با هم منطبقن. پس فرکانسی که من با حنجرم تولید کردم با فرکانس نوت هدف منطبق بود یا حداقل بسیار بسیار نزدیک بود. اما اگر این اتفاق نیفته یعنی فالشه. به عنوان مثال یا مثلا فالش خوندن چرا اتفاق میفته؟ 1. درک اشتباه فاصله نوت‌ها. 2. کنترل ضعیف فشار هوا. 3. گرفتگی فک، زبان، شکم و حنجره. 4. استفاده اشتباه از رجیسترهای صوتی. 5. ضعف در هماهنگی گوش و صدا. 6. نرسیدن دقیق عضلات صوتی به فرکانس هدف. 2 باور اشتباه ولی رایج. مورد اول، هر ژوست خوندنی به معنی درست خوندن نیست. ممکنه شما یک نوت رو اجرا بکنید اما از لحاظ فرکانسی فقط درست اجرا بکنید، از لحاظ گرفتگی های گردن و فک و زبان و شکم کاملا اشتباه دارید اون نوت رو اجرا میکنید. دقیقاً این رو دیدیم مثالشو وقتی که یه خواننده‌ای داره یه نوتی رو میخونه، یک آهنگی اجرا میکنه، اما شما میفهمین که داره بهش فشار میاد، میفهمین که با کیفیت اون نوت رو اجرا نمیکنه، از لحاظ فرکانسی ژوسته ولی حس درستی به ما نمیده. مورد دوم، یک باور رایج غلط هست که میگه اگر فالش بخونی استعداد خوانندگی نداری. این حرف کاملا از بیخ غلطه. تحقیقات نشون میدن که شما با تمرینات مکرر خوانندگی میتونید ژوست خونی رو تمرین بکنید و از خوندن نوت‌های فالش کم کم جلوگیری بکنید، چون گوشتون عادت میکنه، حنجرتون عادت میکنه. یک مهارت قابل ارتقا و پیشرفت هست. ویدیوی مربوط به استعداد رو داخل همین چنل آپلود کردم، حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. خب رسیدیم به ارزشمندترین قسمت ویدیو. هر کسی این ویدیو رو داره نگاه میکنه یا خواننده است یا میخواد خواننده بشه یا علاقه داره به موسیقی. اگر خواننده هستی این قسمت خیلی به دردت میخوره. اگر علاقه‌مندی به خوانندگی بازم دونستنش خیلی واسط مفیده، چون تشخیص میدی خیلی چیزا رو.
اگرم تازه کاری شروع کردی دیگه چه بهتر، یعنی از صفر داری با قدم‌های کاملا درست پیشرفت میکنی. این چیزی که میخوام بهت بگم انقدر ارزشمنده واسم، ازت خواهش میکنم که اینجای ویدیو اگر رسیدی حتما لایک کنی، چون این واقعا چیز ارزشمندیه. امیدوارم قدرشو بدونی. بریم که داشته باشین. چطوری جوست بخونیم؟ یکی از راههای جوست خوندن از نظر من اینه که بیایم به روش دیداری عمل بکنیم. ما 75% دیتاها و اطلاعاتی که از دنیای اطرافمون کسب میکنیم و یاد میگیریم از طریق چشممونه، با دیدن. اما حنجره که یک ساز پنهانه، چطوری ببینم چی دارم میخونم؟ پرده گذاریاشو نمیبینم، این کلاویایی که میزنم و تو حنجرم نمیبینم، چی کار بکنم؟ نرم افزار نیل د پیچ رو دانلود بکنید. یک نرم افزاری هست که صدای شما رو آنالیز میکنه، زیری یا بمی صدای شما رو تشخیص میده. تنها کاری که باید بکنید این هستش که یک نوتی رو انتخاب بکنید و دقیقاً وسط اون نوت رو اجرا بکنید. زمانی که شما دقیق وسط یکی از این نوت‌ها رو اجرا بکنید، یعنی اون نوت رو دارید جوست اجرا میکنید. همین الان نرم افزار نیل د پیچ رو دانلود بکن و با من این تمرین انتهای ویدیو رو انجام بده. بریم که داشته باشیم. یه مثبت رو انتخاب میکنیم، مثلا مثبت A، و اجرا میکنیم. نرم افزار نیل د پیچ رو باز میکنیم و نوت 2 اکتاو 3 رو انتخاب کردم مجددا، مخصوص آقایان، و تمرین میکنیم با هم دیگه. یه گوشه نرم افزار هست، چشممون به نرم افزار هست و از یه طرفی هم داریم نوت 2 اکتاو 3 رو میشنویم. حالا اجرا میکنیم باهاش به این صورت. توجه کنید که اصلا نباید نوت رو خطا در واقع اجرا کنید. نوت رو دقیقاً همون نوتی که نوشته داخل نیل پیچ نوشته C4، همون C4 رو باید اجرا بکنید. بسیار خوب، تمرین میکنید. حالا بدون کمک من خودتون تمرین کنید. این مستطیل رو گفتم تو ذهنت داشته باش دیگه. مستطیل مثلا C4 رو ایشون انتخاب کرده، داره داخل اون سعی میکنه مثبت او رو اجرا بکنه. شما پایین‌تر خوندی، اون خط سفیده هست کوچولویی که داره میره، اون زرده رو ول کن. ما با اون خطی که عین نخه کار داریم. خب اون خط عین نخه پایین مستطیله. شما باید در وسط مستطیل بخونی. زمانی که پایین مستطیل باشی بهت میگن فلت، داری فلت میخونی. زمانی هم که این خط خیلی بره بالا، بره بالای بالا، اون قسمت مرزی، اون بالای مستطیل بره، اتفاقی که میفته یعنی شارپ داره میخونه. من دانیال هستم و اینجا کانال موزیک سناریو. اگر این ویدیو تونست پاسخی به سوالات شما بده و براتون مفید باشه، ممنون میشم که حمایت بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید تا بقیه مردم همین ویدیو رو ببینن، باهاشون به اشتراک گذاشته بشه. اگر که موسیقی و خوانندگی علاقه‌مند هستین، حتما کانال رو دنبال بکنید. ممنونم. خدا نگهدار.